سلام. خبرهای رادیوی آزادی را از روز دوشنبه 28 مارت تقدیم میکنیم. مقامات پاکستان میگویند مسئولان حمله مرگبار روز یکشنبه را به جوابگری خواهند کشید. بر اثر بمبگذاری مرگ طلبانه در پارک شهر شرقی لاهور بیش از 70 نفر کشته و بیش از 300 کس زخم برداشتند. گروه جماعت الاحرار که از طالبان جدا شده است، مسئولیت بمبگذاری را بر دوش گرفت. به قول این گروه هدف نصرانی‌های بودند که روز یکشنبه در پارک برای تجلیل عید پاک جمع شدند. گروه تهدید کرده است که بالای مکتب‌ها، کالج‌ها، بناهای حکومتی و نظامی حمله بیشتر راه اندازی می‌کند. روز دوشنبه پلیس گفت که شماره قربانی‌ها به 72 کس برابر شد. یک مسئول پلیس محلی گفت که اکثر قربانی‌ها مسلمان بودند. حکومت منطقه به یاد قربانی‌های حمله روز یکشنبه 3 روز ماتم اعلام کرده است. دو شهروند تاجیکستان روز 28 مارت از دست گروگانگیرهای افغان آزاد شدند. در این باره به رادیوی آزادی هم مقامات مرزبانی تاجیکستان و هم نمایندگان حکومت افغانستان خبر دادند. بختیار دولتов و دولتمند مرادov، دو ساکن ناحیه شمس‌الدین شاهین سابق شیرآباد، بعد 3 روز از دست گروگانگیرها آزاد شده به جانب تاجیکستان سپرده شدند و از سلامتی آنها خوب ارزیابی می شود. امروز دو گروگانی که در دست قاچاقبران بودند و جمهوری تاجیکستان برگردانده شدند. وضع سلامتی آنها خوب است، سالم سلامت زنده هستند، برگردانده شدند در خاک جمهوری تاجیکستان. این حادثه نخستین گروگانگیری شهروندان تاجیکستان نیست. در یک حادثه پر سر و صدای آخر ماه دکبر سال 2014 گروه مسلح 4 مرزبان تاجیک را در مرز ولسوالی امام صاحب به اسارت گرفت که با هضمچینی مشغول بودند. این گروه بعد نیم سال با مساعدت حکومت قطر رها شد. روز دوشنبه در دهه سمرقندک قرغیزستان موضوع مناقشه اخیر مرزی میان ساکنان روستاهای سامانیان تاجیکستان و اقصای قرغیزستان در یک مذاکرات میان مقامات هر دو کشور بررسی شد. سبب مناقشه قمزار در مرز دو کشور شده است که ساکنان قرغیزستان خواستند از رگیون روز 27 مارت برای ساختمان استفاده کنند. در حالی که جانب قرغیزستان میگوید ساکنان روستای تاجیکی نگذاشتند که همسایه‌های قرغیز از آن استفاده کنند، جانب تاجیکستان میگوید سرحدبانان قرغیزستان ساکنان اسفره را از این موضع بیرون میکنند و نمیمانند که وارد شده از این محل سنگ و خاک برند. جانب تاجیکستان میگوید قطعه 275 متری راه که از کنار قمزار دهه سامانیان میگذرد برای 49 سال به اختیار قرغیزستان داده شده است و در اصل قلمرو تاجیکستان میباشد. سالهای آخر این محل به یک جای مناقشه خیز مرزی بین اسفره و بادکن تبدیل یافته، ساکنان سر استفاده از آب نهر و راه نقلیاتی گاه‌ها با هم مناقشه میکنند. بار آخر ماه اوگوست سال گذشته سری تقسیم آب و وسیع کردن راه قبرستان قرغیزها مناقشه سر زد و از دو جانب 13 نفر مجروح شد. این بخش زمین ها به قلمروهای بحثی مربوطند که با سبب همان علامت ناگذاری شدن مرز مورد بحث و دعواهای هر دو جانب قرار می گیرند. مبین ارگاشف، اجرا کننده وظیفه سرمربی منتخب فوتبال تاجیکستان، بعد از شکست خوردن دستش از تیم ملی استرالیا با حساب بزرگ 0-7 و بازگشت به دوشنبه به علت بیماری قلب در مرکز ملی طبی بستری شد. از این رو نشست خبری روز دوشنبه را یاور ارگاشف، رمان پیلیپچوک و فوتبال باز نوریدین دورانов از نام تاجیکستان پیش بردند. بچه‌ها خوب اومدن. بازی با دسته استرالیا از یاد برآوردیم و بازی پیش اومد دوره وقت کوتاه است. تیاری جدی میبینیم و مسئولیت رو حس میکنیم و کوشش میکنیم و چی مهارت داریم استفاده میبریم در این بازی تا که بریم این بازی رو بغیر از برد نه تنها برای ما بلکه برای تمام تاجیکستان یگان نتیجه دیگر لازم نیست. دسته منتخب قرغیزستان تحت رهبری سرمربی دسته الکساندر کریستینین، متخصص روسیایی با شمول 20 بازیگر روز یکشنبه 27 مارت به پایتخت تاجیکستان آمده است. هم دسته تاجیکستان و هم دسته منتخب قرغیزستان از شرکت در دور بعدی جام جهانی محروم شدند.
дар варзишгоҳи марказии лужникии шаҳри Москав ҷашни калони Наврӯзи тоҷикон Шогунбаҳор баргузор шуд. Концерти идонае бо ширкати хонаводаи овозхонҳои маъруф Назаровҳо, Далер, Парвиз, Аброр ва Ситора Назаровҳо 6 соат идома кард. Мубтакирони ин барнома Созмони Нур ва Сафорати Тоҷикистон садҳо шаҳрвандони Тоҷикистон ва меҳмонони хориҷиро ба ин ҷашн даъват карданд ва дар баробари муаррифии оҳангҳои тоҷикӣ инчунин расму оинҳои наврӯзии мардуми Бадахшонро намоиш доданд. ин дуюмин ҷашни калони Наврӯз дар шаҳри Москав аст, ки дар 2 соли охир бо пуштибонии бунёди Оғохон дар Лужникӣ барпо мешавад. ва ахбори бештар аз инро дар сомонаи Озодӣ ва шабакаҳои иҷтимоии Facebook, Одноклассники ва Twitter пайдо кунед.